یک لحظه این ویدیو رو اصلا رد نکن. چند نکته خیلی ها عالی را در مورد سریال برات میگم که باید بفهمی، باید درکش بکنی. دوستان عزیز، در قدم نخست میریم بالای کشور ایران. در ایران تقریبا 100 و چند روز بود که اینترنت کاملا قطع بود که همه ما و شما را میفهمیدیم و حالا تقریبا یک 4 روزی میشه یا کمتر و زیادتر که اینترنت وصل شده و تماما کسانی که سریال جور میکردن آمدن، کسایی که ولاگ جور میکردن آمدن، کسایی که ویدیو میساختند آمدن و برای من جالب در کجا بود؟ جالب در این بود که من رفتم کامنت ها را دیدم که هوادارانش چی گفتن برای کسایی که ویدیو میساختند. واقعا باور نمیکردم. بخش کامنت ها آمدند و گفتند که خدا رو شکر که اینترنت ایران دوباره پس آمد و خدا رو شکر که تو پس دوباره آمدی و برای ما ویدیو میسازی. چی باشه چی نباشی، ما حمایت های خود را فراموش نمی کنیم و باشی نباشی حمایت ما همیشه پشت تو هست. و بعضیا همچون گفتن که حالا که آمدی یک کم خستگی خود رفع بکو، ما اصلا جای نمیریم، خستگی طرف بگو و بعد از او برای ما ویدیو بساز. ولی در افغانستان دوستانی عزیز، یک شخصی که ویدیو میسازه، یک شخصی که سریال جور میکنه، سریال تهیه میکنه به هوادارانش، خب کلا سریال عالی جور میکنه و هوادارانش هم یک شبه که ویدیو سریال نشر نشه، هوادارانش میگه که سریال اصلا کمی خود نداره، سریال فوق العاده عالی است. ولی امشب که سریال را نشر نکردی، در قضیه هم نیستم که چی مشکلی است و چی مشکل نیست، من دیگه تماشا نمیکنم چون امشب نشر نشده. ببینید دوستانی عزیز، ایران و افغانستان ده، حمایت ایران و افغانستان ده. پس ما شما از چی کم بود هستیم؟ درک نداریم، فهم نداریم. بجای ازی که بیایم و در بخش کامنت بگویم که اگر کدام مشکلی برای شما پیش آمده باشه، برای کاراکتر، برای دایرکتور یا که مشکل تکنیکی پیش آمده باشه، ما دعا میکنیم که به زودترین فرصت مشکلتان حل شوه و دوباره برای ما سریال تهیه بکنیم، قسمت های جدید را نشر بکنیم. و دوستان عزیز، خدا کنه که گپ های ما بالای شما تاثیر منفی نگذاشته باشه. چیزی که حقیقت هست من خواستم برای شما بگویم، چون در کامنت های ما هم چنان اکثریت آمدند و گفتند که دیگه سریال نشر نکنین، ما دیگه نمیبینیم که این و آن. و واقعیت که مرا خیلی ها ناراحت ساخت. یکی نیست که درک بکنه و بگویه که حتما کدام کاراکتر این سریال مشکل برش پیش شده یا کدام گپ دیگه. دوستانی عزیز، خواهش من از شما کدام $100، کدام $1000 یا کدام چیز دیگر نیست. خواهش من از شما فقط یک حمایت است که در کامنت اینو میگین که هر گپ شده باشه زودترین فرصت حل شوه و برای ما سریال را نشر بکنید. ما منتظر هستیم و جای نمیریم. نه ای که بگوین که امشب نشر نشد ما دیگه اصلا حمایت نمیکنیم، اصلا تماشا نمیکنیم. بجای از یک گپای دیگر رو بزنیم دوستان عزیز، ببینیم زمین و آسمان تفاوت میکنه. ما انرژی میگیریم، ما از حمایت های شما روحیه میگیریم. و تمام دوستان عزیز، زیاد پرحرفی نمیکنم، فقط خواستم همین نکات ها را برای شما یادآوری شوم. و اگر گپ ما اشتباه هست، در بخش کامنت آمده، در بخش کامنت همین ویدیو ما آمده، حتما شما نظریات خودتان را بزنید که واقعیت از چه قرار است، آیا گپ ما درست است یا غلط. و همچنان منتظر قسمت های جدید، منتظر قسمت های خیلی ها جالب باشین و انشالله که طبق روال گذشته که ساعت 7 بود یا 8 بود یا 9 شب بود، دوباره تماما قسمت های از سریال یک دانه به نشر گذاشته خواهد شد. شما حتما حمایت بکنین و تمام.